اصلا فکرشو نمی‌کردم که با سفیده تخم مرغ و یه دونه سیب اونم بدون آرد و شکر و روغن بشه همچین رولت پروتئینی رو درست کرد که 33 گرم پروتئین داره، بافتش هم فوق‌العاده جذاب و خامه‌ای باشه. لطفاً برای دیدنش تا انتهای ویدیو همراه هم باش. برای درست کردنش 4 تا سفیده تخم مرغ رو به همراه استویا و وانیل با همزن برقی میزنیم تا کاملا پفدار و هجین بشه، طوری که وقتی ظرف رو برمیگردونیم محتویات ظرف نباید بریزه. یه دونه سیب رو پوست میگیریم و نگینی خوردش میکنیم. بعد به ترکیب سفیده تخم مرغ اضافهش میکنیم و دورانی هم میزنیم تا پف سفیده ها نخوابه. یه سینی رو انتخاب میکنیم و توش کاغذ نسوز میذاریم. حتما باید کاغذ نسوز باشه وگرنه میچسبه. سطحش رو کاملا صاف میکنیم، خیلی نازک هم نباید بشه. توی فر 150 درجه به مدت نیم ساعت قرار میدیم. توی این فاصله ماست ایسلندی، استویا و وانیل رو هم میزنیم و کنار میذاریم. وقتی که کاملا خنک شد برش میگردونیم و کاغذ رو جدا میکنیم و ماست رو روی سفیده ها میزنیم و از یه طرف رولش میکنیم. روش رو با هر چی دوست دارید میتونید تزیین کنید و توی یخچال بذارید که کاملا خنک بشه. رول پروتئینی ما آماده است. مرسی که مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. اصلا فکرشو نمی‌کردم که با سفیده تخم مرغ و یه دونه سیب اونم بدون آرد و شکر و روغن بشه همچین رولت پروتئینی رو درست کرد که 33 گرم پروتئین داره، بافتش هم فوق‌العاده جذاب و خامه‌ای باشه. لطفاً برای دیدنش تا انتهای ویدیو همراه هم باش. برای درست کردنش 4 تا سفیده تخم مرغ رو به همراه استویا و وانیل با همزن برقی میزنیم تا کاملا پفدار و هجین بشه، طوری که وقتی ظرف رو برمیگردونیم محتویات ظرف نباید بریزه. یه دونه سیب رو پوست میگیریم و نگینی خوردش میکنیم. بعد به ترکیب سفیده تخم مرغ اضافهش میکنیم و دورانی هم میزنیم تا پف سفیده ها نخوابه. یه سینی رو انتخاب میکنیم و توش کاغذ نسوز میذاریم. حتما باید کاغذ نسوز باشه وگرنه میچسبه. سطحش رو کاملا صاف میکنیم، خیلی نازک هم نباید بشه. توی فر 150 درجه به مدت نیم ساعت قرار میدیم. توی این فاصله ماست ایسلندی، استویا و وانیل رو هم میزنیم و کنار میذاریم. وقتی که کاملا خنک شد برش میگردونیم و کاغذ رو جدا میکنیم و ماست رو روی سفیده ها میزنیم و از یه طرف رولش میکنیم. روش رو با هر چی دوست دارید میتونید تزیین کنید و توی یخچال بذارید که کاملا خنک بشه. رول پروتئینی ما آماده است. مرسی که مثل همیشه تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. اصلا فکرشو نمی‌کردم که با سفیده تخم مرغ و یه دونه سیب اونم بدون آرد و شکر و روغن بشه همچین رولت پروتئینی رو درست کرد که 33 گرم پروتئین داره، بافتش هم فوق‌العاده جذاب و خامه‌ای باشه. لطفاً برای دیدنش تا انتهای ویدیو همراه هم باش. برای درست کردنش 4 تا سفیده تخم مرغ رو به همراه